داداش خیلی خوش اومدید یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم با هم بازی به کندن ادامه بده پارت 2. دوستان لایک و فالوتون نره. خب بریم سراغ ادامه ویدیو دیگه. من واسه 3 دقیقه دوربینم قطع کنم. داداش اینجا به اوکی ادامه داریم. سوال میبینیم تو منفی 55 متر باید بریم که من منفی 13 متر میخوام امروز پول دریل رو جمع کنم. پول دریل نه لولم بشه 8 بتونم یه دریل بخرم. دوستان ببخشید که من چیز میکنم ویدیو کم میذارم چون وقتم پره. و اصلا من بازدید ندارم که چیز کنم. واسه دیگه قصه بزنم و همین دیگه. دارم بکنم برو خدا یه چیز خوب پیدا شه. لول 8 دریل میتونم الان بگیرم. بریم بالا دیگه. باتریم لو بعد استور دریل انداک 40 تا باتری باید داشته باشم. چیزم خریدم بنزین باید 300 تا پول داشته. دوستان خوب این تبلیغات دوستان فکر نکنم من این بازی دارم میکنم. بعد دوستان میخوام بذاره من زیادتر کار کنم. 44 دلار داریم. من حتما باید این چیه 41 باتری گرفتم. دریل چرا نمیگیره؟ دریل فعلا به دردمون نمیخوره. لول اپ شد بس. اینجا به درد دریل. دارم میکشم. بچه ها الماس
خب دوستان ادامه ویدیو بدیم. دوستان نگاه کنید چی پیدا کردم. نه من باز میکنم ولی من بردارم هیچ نمت رفتیم تا الان. دوستان اگه پول داشتم اینا چیزشو میبردم. چقدر تو رو $234 من هیچ پول رو خرج نمی کنم فعلا نیستم چون بعدا نیازم میشه. و الان فقط یه باچی نیاز داشتم که اینا هرچی میریم جلوتر دوستان جلو تنگتر نمیبینم اینطور به خدا بایسته. بیست و یک متر مقدار 21 متر. دوستان میزنم تبلیغ. دوستان رفتیم ادامه ویدیو. سه اکسیون داد. خب چه دیدم؟ دینامیت هست کجا باید برد کنم. الان دینامیت برد کنم. الان داداش دینامیت باید بخرم. الان کد من نمیخوام اینجا نمیدونم بعدم میزنم. شاید چیز مهمی توشه. برم از بالا دینامیت فیلم ببینم. من پولم خرج نمیکنم. فیلم ببینم میتونم یکی دینامیت بگیرم. مثلا یه دقیقه ویدیو رسید بگم که حالا مثلا دارم میبینم. گرفتم یک دینامیت با فیلم. بس برای من انرژی باید اصلا چشم دیگه نمیبینه. مردم فکر کنم دیگه. خیش نندسان 30 تانه انشالله. نوع کندیشن چیاره میتونم خودم رو بزنم یه چیزی که من میخواد میشه. بعد این بازی لول زیادتری داره که بعد اتفاقا شاید یه هفته این بازی رو نبید. یه هفته نمیشه زیادتر 1 سال این بازی رو نبید. اگه لیول های بیشتری داشته باشه امیدوارم لیول های بیشتری نشه. بابا یه سا خوب بده دیگه. بازرتن باشیم. خب تو ادامه بازی رو میریم. بسم الله الرحمن الرحیم. منفی 29 متر رفت. فکر کنم زدیم منفی 40 متر آخر بود.
elmas. Gold yani. Leveller varsa sadece sen ne koyuyorsun? Hoca gerek tamam. Evet, önemli. Gol. Buradan همه پولم از دست دادم وای مردم آقا اینا رو بکشن اینا همه وسایل اینجاست ولی من میخوام برسم به آخر بازی او کمک گیر کردم درست گلد نمیبینم اینجا رو من پیسیونو بایسید برم میخوام منفی 55 باید برم از کلش میرم دیگه من دیگه سخت کش شدم منفی 39 هم الان من تا آخرش میرم باز در فیلم خودت فیلم هم دیدم و یکی از من دارم میرسم به آخر بازی البته کلی مپ داره نیست آخر بازی نیست برم برم دیگه مهمترین چیز این بازی که باتریم داره تمام میشه آها یک گیم باکس گیر کردم منو باتریم داره حقیقت رفت حله لول اپ بازم داره ویدیو میاره که بعد این بازی اینه که خیلی تبلیغات میاره دوستان مثلا لول اپ میشید منفی 47 درجه
منفی 47. دینامیت وقتی میزنم اون دینامیتو عمرم آخرین باری که زدم دانم دست هیچ چیز برنم کجا دایمندا رو ببر پانچ نداره وایسه بینم اوه 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 تو رو خدا تو رو خدا تو رو خدا خیلی دارم ریوایف خب دوستان ریوایف شدم خدا وکیلی خوب شدیم ریوایف داشتم از من جونم میگه 50 فوت میم بالا چون خیلی میزنم دوستان نگاه کنیم بعضی وقتا گیر میکنیم بعد این چیزو بزنیم جتو تنگه خیلی اینجا دیگه بعد مثل این که دینامیت میخریدم اونجا بیام مثل این که واقعا باید دینامیت بخرم واسه دوست اومدیم پایان ویدیو رو شد کنم مثلا مثل این که بازی تموم شده چی شد؟ خب تبلیغات رد کردم ولی مشکلی که دارم اینکه چه اتفاقی من میخوام بازی رو زیاد کنم اینوانتاری رو زیاد کردم فکر کنم من بعد دیگه تلپورت شم این رسیدم اینجا خیلی خدا رسید باشم این معرفی نبود باشه اوه اوه این چیه
آنلاک نشده دوستان. این من باید بازی نگاه کنید. من اینجا باید 7000 تا پول داشت. و یه چیز دیگه هم که سوال باشم داده بود منفی 55. من رفته بودم تا منفی 54. بعد اینجا هم داده یه در بعد پیدا. اوه فکر کنم فهمیدم. پس من اینجا بکنم. اون بعد میدونم یه درم هست اینجاش. باید ببینم تبلیغات هم میبینیم. لول اپ شدیم الان. بسیم هیچ دینامیک پیدا کردم. آها الان منفی 55 شدم. بعد الان اینجا یه جور پیدا کنم دوستانم. گفت دینامیت پرت کن. بسید ببینم. دینامیت پرت کن. من اینجا باز بشینم جای خروجه. نه یعنی این الان تناب کنه لب نگل با چیه نهایتش میزنم میزنم. الان دیگه برم دارم میرم. داریم الان باید چیز ببینیم ویدیو. چرا همش باید ویدیو ببینم؟ یکی دوست ببینم. چیز ندیدید که ندیدید دیگه. این از گوگل پلی رفتیم پیش اومدیم. انا اومدیم اینجا $400 اینجا چی شدیم. یکی میخوام دینامیت بخرم. لایت چرا یک چنگل لایت خریدم که شاید میادم. بزرگم چیزو دارم. اینوینتوریم هم پر نمیشه دیگه. اینوینتوریم اینقدر زیاده.
بسم الله. مردم. آها الان اینجا باید یه چیز پیدا کنم. الان باید باز ویدیو ببینم. بسه دیگه بسه دیگه بسه. نگو باگ زدم. برو خدا باگ نشده باشم که باگ نشدم. نزنین ماز نکن در رو کسی نیاز نکن ناز نکن در رو کسی باز نکن. داداش چرا نمیری؟ آها آخیش بالاخره میتونی بردار. بس دیدم یه چیزیه. خدا ای همشون آخیش کوری رفت دیگه. منفی 55. فکر کنم باید کل این دایمندا رو بگیریم. حالا من میکنم تا جایی که میتونم. بعد وقتی دایمندا رو گرفتیم میریم اینجایی که مصره. نمیدونم من میگم مصر. یه نمیدونم کجا میشه اینجا ولی میگم مصر. بزنم رو خود دیگه نده. باتون برای مهم نیست باتون داریم میکاری کنیم چون نردبون داریم میگه. نردبون. Dive into the power wash game where your mission is to clean a dirty house and playground. Don't forget the little details like scrubbing benches, washing railings, and cleaning the ground. من اینا رو اصلا نمیدونم. این بازی رو چه کنیم که الان داشت میگو کن چقدر سری پیدا کردم. خب بیاد نگاه بازی چی اینگاری رفتم. حالا بریم بالا چون فقط مشکلش اینه که ازم یه چیزایی کم. 999 تا موقع لول 4 شد. کاش باتشیمو یه ذره زیاد میکردم. اشکال نداره. اینطوری الان من میخواستم چیکار 5 رو بیشتر کنم. اشکال نداره. بیا الان میرم همه اون پولایی که قبلش از استادام الان میرم. تو بکن. وای بابا ولم کن دیگه همش داره تبلیغات. این چرت و پرتا چیه؟ شم برو بود تو لابی ببینم. بود تو میدونم همه اینا الکی.
دوست داری چیه؟ چون من الان اپلیکیشن تیمای دیگه اینقدر چون نصفی الان واقعا نیورد برام چیزو این لوکیشن رو فرستم نیورد داشت ایران نیست با من من خارج زندگی میکنم اینجا فکر کنید که میگه الان از گوجه بریدن نشون خارج رسمی به خاطر همینه که الان همه چیز برام تحریم نیست تو را خدا بابا یه چیز خوب بگید یه چیز خوب داد دیره کاری بره وای باز ویدیو باز ببینم بس کن دیگه چرا همش این تبلیغات مسخره تبلیغات همش الکی با اینه که باور میکنم وای تو رو خدا اینو بگیرم دینامیت بخرم میرم تو رو خدا استانبول اینات بزنم ناز نکن در به کسی اینا این تو رو با 11 ساعت گیره من چقدر 1280 برم من دوستان هیچ فیلم خرج کنم البته باید بکنم سفته دوستان آسمون ما نمیاد سر پرواز آسمون ما نمیاد سر اشکا آسمون ما نمیاد سر پرواز باز باید بده یا ببینم داره عصبانه می گفتم ادامه ویدیو بریم چه سر من باطری خریدم حالا بذار زیاد جتپک بذار حالا اینو مهم بود و من زدم جتپک رو نمیاد بذارم ولی زدم چون اصلا من میرسم مگه تو با جتپک میای بالا اصلا جتپک سول انرژی میبره دوستان لولمون الان 20 حاجی اصلا بیا بازی همین الان تموم کردیم دوستان گل دایمند بریم یعنی گل چه همون دایمند درست دیدم سر آبگیت کم نگاه کن چقدر خوب میکنه دیگه بحبه تریله دیگه مثل روز اولش نیست مثل روز دومش چیزی بکنم را باز کردم رسی تینتی بدم
نمیفهمم چرا این اتفاق دارد میفته. بابا فیلمون کنه با اسکیپ کنم بایگانه. این که بازی خوبی بود قبلا من نصبیم ولی آپدیت داده باز آپدیت فکر کنم. بیا من دوست ندارم همچین بازی رو دوستان. نه 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 فیلم لولی باید هنگ کرد چرا بعضی وقتا هنگ میکنه گوشی. با گوشی خوبی دارم پلی میدم داداشا. من دارم با گوشی ردمی نوت 14 دارم پلی میدم. نمیدونم چه اتفاقی دارد میافتد. آقا من امروز باید 7000 تا جمع کنم جور حتی 2 ساعتم شده ویدیو میگیرم. 2 ساعتم شده. برای من اینترنت مهم نیست. کلمو بکشون و چه اتفاقی الان داره میفته برای من بند خدایا. وای هنگ کرد میشون. هنگ کرد همین بیل بزنم به نظرم بهتره. اون زیادتر میکنه. بکنم بابا باز بعد فیلم دیدم. کاش گردونه نیمت روم کسی که نباید فیلم میدیدم. وای برم میکنم تو رو خدا. زنه دار چقدر به خاطر چرتی کرده. فکر من نمیتونم درست بکنم. بیا بابا بیا آسمون ما نمیاد سر پرواز. آسمون ما نمیاد سر اشکال. آسمون ما نمیاد سر پرواز. آسمون ما نمیاد سر پرواز. آسمون ما نمیاد سر اشکال. آسمون ما نمیاد سر پرواز. این طوری فول بوت دلابی ببینم. بوت دلابی از صبح تلویزیون سالم به صبحانه نخوردم با به خاطر شما تا این ویدیو سر تموم کنم. بکنم میگه تموم شد دیگه. اینا حضرت عیسی هم گشتم دیگه. چقدر بگردم نداشت. برای کامپیوترش از این بهتره. تو را خود یک مرده دارم. وای کجاست؟ چقدر 1870. باز بعد ویدیو چیه اینقدر؟ بیا فشار مثلا این کشی. بیا دریفت آزادی هم کشیدم. دریفت آزادی دوستان یه سمی امروز در مورد مهدی فیزیکس پیدا کردم بگم.
گوجی گلابی هستم بد رو بدر نشستم جنگ جا گنگم مگنگم میشیم هم گنگه دست بشیم هنگه گوجی گلابی هستم بد رو بدر نشستم جا گنگم مگنگم با همه میشیم هم گنگه گوجی گلابی هستم بد رو بدر نشستم با من گوجی گلابی هستم جنگنگم مگنگم با هم میشیم هم گنگه یادت باشه چه تنگه. با صدای قلیزم دارم میخونم دوستانا، قلیز اسپانی نیستم خیلی چیزی چرتی بگفتیم اصلا معنیش یعنی چی میرسم بابا دیگه قلیز اسپانی مگه تو؟ نه من ترهانی هم ترهانی ترهانی وای 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 ترهانی انقدر میکنم تا ترهانی بشم. زن کسی که دارم میبینم فکر کنم خیلی بخندم این ویدیو رو. فقط کسی که دارم میبینم تا چند دقیقه دیگه غذا نخواهید چون راجب بابا چرا این نه چند دقیقه است دارم ویدیو میگیرم 42 دقیقه است دارم ویدیو میگیرم. هر 42 دقیقه هم داره این میاد تاریخ های شهر تاریخ های شهر ترهانی واو یووین ترهانی تو خود یه چیز خوب پیدا شدی. منفی 55 درجه رفت. ترهانی هستم گوجی گلابی هستم بد رو بدر نشستم جا گنگم مگنگم با هم میشیم هم گنگه یادت بشه چه تنگه گوجی گلابی هستم بد رو بدر نشستم جا گنگم مگنگم با هم گوجی گلابی هستم مگنگم با هم میشیم هم گنگه یادت باشه چه تنگه گوجی گلابی یادت باشه ننگه گوجی گلابی هستم بد رو بدل نشستم جا گنگم با هم میشیم هم این دلالر میرم گوشو میبینه بعد اتفاق براش میاد. گوجی گلابی هستم بد رو بدل نشستم اون چیه وای این چقدر حال میده. آره حال میده دوست. گوجی گلابی هستم بد رو بدل نشستم
زگنگیه مگنگیه و هم میشیم هم جنگه کوچی گلا بیا یادت داره من جنگه با هم میشیم هم جنگه بابا بس آی من برم داداشا اینقدر یعنی من با این بازی حال کردم که اصلا حال نکرد کویکس بابا 1100 بابا چرا مونده این رو دستم برم پایین بعد اینجا دستی بس هم باید 72 دادر فقط به خاطر باترین بود دوستان باید کرده اصلا من نمیرم دیگه پایین خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشت اومد بس یه دقیقه من این تبلیغات رو رد کنم یه چیز دیگه هم خواستم بیارم خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومد لایک و فالو یادتون نره تا یه ویدیو دیگه خدا حافظ نوکرتم یعنی رسیدید اینو من بزنم بریم آها خب حل دوستان لایک ولی یه نظر ویدیو دیگه خدا حافظ قراره چند خدا حافظ چند میگه قراره تا چند روزای آینده زیاد ویدیو بذارم و ویدیو زیادی خودتون امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومد لایک و فالو یادتون نره تا یه ویدیو دیگه خدا حافظ